سلام بچه‌ها، من راوان و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره با هم دیگه یه گرافیتی از گیم ماینکرافت بزنیم. دیواری هم که انتخاب کردیم اینجاه که یکم کرکسیفه ولی کار رو روش میزنیم تمیز در میاد و طرحی هم که قراره بزنیم کامل کپی از کاراکترهای ماینکرافت نیست و خودمون تغییرش دادیم و باحال‌ترش کردیم. بریم با هم دیگه ویدیو رو شروع کنیم. خب بچه‌ها، من اولش با اسپری خطوط طرحو میندازم روی دیوار که بعد بریم رنگاشو بسازیم. دیوارمون یک کوچولو کوتاهه و میخوام از حداکثر ارتفاعش استفاده کنم که طرحمون بزرگ باشه، یعنی کوچولو نشه، اینجا تموم نشه، قشنگ تا بالا بیاد. از بالا شروع کنم به انداختن طرح. اینم میندازم وسطش که بره زیر طرح و کنار طرح نباشه. بریم شروع کنیم. خب این طرح کلی نقاشی امروزمونه که میخوایم بزنیم. شاید این طرفش که خالیه یه نوشتم بزنم، ولی طرح اصلی اینه. بریم که با هم دیگه رنگاشو بسازیم و شروع کنیم به رنگ کردنش. خب بچه، اولین رنگی که ازش استفاده میکنیم رنگ سبزه. برای بدن کاراکترمون یکم میریزیم اینجا، با همین قلتک کوچولوها توش رو رنگ میکنیم. یه ذره آبم بهش اضافه میکنیم یکم رقیق بشه. چرا نمیچرخه؟ آها، خب اوکی. بریم شروع کنیم به رنگ کردنش. کل بدنش باید سبز بشه. قلتک نمیچرخه بچه‌ها، خیلی جالبه. یه ذره ببریمش اینور. آها، خوب شد. بریم سراغ بدنش. رنگمون تموم شد، برم رنگ جدید بیارم. خب اون پاهاش، بریم شروع کنیم.
خب بریم سراغ رنگ دوم. یه زرشکی میخوایم بسازیم، قرمز، یکم آب و مشکی هم یه کوچولو بهش اضافه میکنیم، یه ذره مشکی. خب این از رنگ دوم. بریم پای دیوار، قلتکر هم شستم، بریم شروع کنیم. کلاهش و کیفش این رنگی میشه. چرا کف کرد؟ خب بریم ببینیم چه جوری میشه. یکم رنگش هم بگیریم اینجا. اوه رنگش رقیقه. ای دیگه چاره ای ندارم. از بالا شروع میکنم به رنگ کردن، چون رنگ خیلی رقیق شد. آب زیاد ریختم، شوره نکنه طرحو خراب کنه. قلتکم فشار همینجوری داره چکی میکنه. قلتکم فشار نمیدم تا حد امکان گندکاری نشه. خب بریم سراغ کلاهش. کیفه یکم اشکالات فنی داشت، اشکالاشو برطرف کردیم. این بالاش هم یه قسمت اضافه کنیم. ردیفه ولی شاید یه بار دیگه رنگش کنم که پررنگ بشه. قشنگ بریم سراغ کلاهش. این الان چکه کنه رو صورتش، دوباره از اول باید کل طرحو رنگ کنیم. خب بچه رنگ بعدی که میخوایم بسازیم نارنجیه. واسه کفشاش و احتمالاً اسپریش یکم زرد میریزیم تو لیوان. قرمز رنگمون آخرشه تقریبا. هم بزنیم ببینیم چجوری در میاد. اگه لازم داشت اضافه و کمش میکنیم. پشمام چقدر خوش رنگ شد. یکم دیگه با همش بزنیم. خیلی رنگ خوبی شد. بهترین نارنجیه که تا حالا ساختم. بریم که شروع کنیم به انداختن خطای کفشش. بریم اسپریش رو رنگ کنیم اول، بعد بریم سراغ کفشش. ایول نارنجیه رو واقعا راضیم. خب این از اسپریش. بریم سراغ کفشاش. لایناشو میندازم، بعد توشو رنگ میکنم و تیکه های سیاه و سفیدش هم آخر سر میکشم. یه تیکه هم اینجا داره. خب این کفشش تمومه. بریم که توشو رنگ کنیم. خب این از این کفشش. بقیهش با سیاه و سفیده. بریم سراغ اون یکی.
خب اینم از کفش دومش. خب اومدیم واسه زدن خطوط مشکی کفش. از پایین شروع می‌کنیم زدن خطوط مشکی، میریم به سمت بالای کارکته. دیوارش خاک داره بچه‌ها که می‌بینید رنگ نمیشینه روش، به خاطر همینه که خاک داره. بریم سراغ خطوط بالا. خب بریم سراغ بقیه جزئیاتش. با قلممو خطوطش رو یکم ترتمیزتر کنیم. اینی که الان دارم میکشم دستشه که یه اسپری نارنجی دستشه. بالای اسپری هم هنوز سفید نکردم. خب این از اسپریش. بریم سراغ بقیه جزئیاتش. خب داریم لاینای کیفش رو میکشیم، قسمت‌های مختلف کیفش اهم جدا بشه و بعد با اسپری قسمت‌هایش رو سایه میزنیم. بریم سراغ کلاهش.